آش اندک خویش حلالترین و شیرینترین افسین را به خانه میبرد، اما عده‌ای هم این مسئولیت را فراموش میکنند. تو نگفتم دیگه اینجا نبی؟ خیر آمور صاحب محترم، سو خطا میشه دیگه. برو دیگه از منطقه. داخل موتر بشی گپ چی گپ میزنی؟ بو گپ تمیشه بزن. موتر بشی آمور صاحب. خیر است آمور صاحب محترم، داخل موتر بشی. هر روزی که از بندر ملای کردی با خدا که پیسه لا آمور صاحب پیدا کنم. جزای دزی بدتر. 4 پیک برام میدادی فقانت برآمده بود. او بچه ای ما مجبور هستم. 4 پیک دولت میده پیسه نان خشک نمیشه. باز پدر خدا بیامرز میگفت دشوار نگیرین، آرام نخورین. نه در وقت پمپرس بود، نه شیر خشک، نه دیگهش. راست میگه آمور صاحب، ما بخیر راست میگه. 4 دانه کلاه در کنج تاشنام منداختن، یک ماشین بس میگه. آمور صاحب کمی ما کلام شما. امشب روز سال نو آخر همی 100 روبه. سال نو، عید و برات روزهای پرآید برای اوست. برای جمشید هم متفاوت است. او ناظر وقایع عجیب و غریب در این جاده است. مردم متفاوت، مشتریان متفاوت. کسی او را می گریاند و کسی هم می خنداند. او با مزد اندکی که از پیشه خود کمایی می کند زندگی مادر و 3 خواهر خویش را به پیش می برد. او پرتلاش، زحمتکش و صادق است. کاکا چی میگی؟ نان تو خود گرفتی دیگه؟ کاکا یادم نان زیاد شده. جور هستی؟ بخیر هستی؟ شکر خوب هستم. ده سال نه فکر میکنم کاربارتان جور است. فضل خداست. افسین خریدی یا نه؟ میفهمی افسین چی هسته؟ شنیده من نمیفهم که چی. او دیوانه دسترخوان به افسین ده سال نه که نمود داره. من کل رفتم افسین میخرم. تو هم چه خانه رفتی بخیر؟ یک هفته است که خوراکم نان خشک و چای تلخ میخواد. امشب برشون شکر میبنم زیاد کار کنم خوشحال میشم. ما خودم دستم استاد. چی که پس؟ من علیس استاد بودم خودم از دیو بده. لیسانس داری؟ ما خودم دستم استاد. بریم تو برو تو برای خب صحیح است. خب گفتم برای بیا. تو چطور فهمیدی که من اینجا هستم؟ در موتر رکس بالاش میفهمیدم که حتما همینجا میایی. بالا هستی به خدا بالا. او بچه بر جمشید آنه کباب بیار. نه که ترافیک من نان خورده. چه وقت نان خوردی؟ چه بیشتر. او بچه من از یک چیز پرسان کنم. همین پیسه چرا نمیگیری؟ هر صبح تو دیگر اینجا کار میکنی؟ وقتی که پیسه میتونم نمیگی. این حق تو هسته. یک گونه است که بوتای من رنگ کردی. در هتل وقتی گفتم بیا نان بخور گفتی نان خوردیم. باز در بیرون دیدیم که چای نان میخوری. پیسه چرا نمیگیری؟ تو را میگم او بچه پیسه چرا نمیگیری؟ به خاطر که من میفهم شما پیسه از کجا میگیره. از کجا؟ همو تروانا.
ما را پدرم همیشه نصیحت کرد پیسه را ما نگیره. کاکو توفیق و پیسه را که شما میگیرین او حرام است. کاکو توفیق چی؟ الان حرام است. چی یاد میتی برای من؟ شیلاش که امروز خیر است. نه قیده بچه سر ما گم میزنن. لودره دیلا کن. بچم، زندگی میدان مبارزه است. سلاح ما ایمانداری و صداقت ماست. بی و سلاح دست پای ما بسته است. وقت یک طفل خردم ما به زمین میزنه و آبروی ما را میبرد. کاکو توفیق و پیسه را که شما میگیرین او حرام است. کاکو توفیق الان حرام است. چی یاد میتی برای من؟ بچم، به نیم نان قناعت کو و سربلند زندگی کو. ماندارم باشیم. همین جمشید نامده بود امروز؟ همین بچه رنگمالا میگی؟ نه نامده. خوب شد که پیدایت کردم. میفهم که سرم قار هستی. جمشید جان، در زمستان سرد، تابستان گرم، شو نمیگیم روز نمیگیم، تمام وقت این سرکا وظیفه اجرا میکنیم و همین ماشه که بر ما دولت میته، همین ماش حلال است نی؟ ما از همون ماش حلال خود برای رفسین خریدیم. جمشید جان، تو در خانه افسین نی، 8 سین میبری که او سین سربلندی توست که نصیب هر کس نمیشه. خوشی های سال نو، عید و براته تنها قلب پاک تو احساس کرده میتونه و برای تو میزیبه. اگر بازم فکر میکنی که حلال نیست، بازبانش نبریش. پادر جان اینجاستی؟ جور بخیر، خوب تازه هستی جان، تقدر جور صحت سلامت. والا طالع داشت رفتم در بندر نبودی مرد. این خوشبختانه که اینجا پیدا شدی. شب و روز سال نو است. من گفتم کم خرج نباشی. نمی یک چیزه که ناچیز است، چند ناچیز هم نیست. من گفتم که مقصد بریم که اولاده اشتین ببرم. ناوقت شده.